یکی از هدف‌های اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان این تامین شایسته صحتی عامه به حساب رفته در برابر دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت با مقصد پیشگیری از هر گونه بیماری‌های سرایتی در بازار از جانب کارمندان ریاست استانداردیزاسیا، مترولوژی، سرتیفیکاسیا و نظارت سودا در ولایت تجارت زیر نظارت گرفته شده. در حدود بازار مرکزی شهر خارق کارهای سنجشی و فرماندهی بین فروشندگان گذرانده شدند. ضمن سنجش مسئولین قید نمودند که نه تنها یک بار و دو بار بلکه بارها با سوداگران کارهای فرماندهی را برا گذاشته باشند هم لیکن کمبودی‌ها جای داشته رعایت نگردیدن طلبات سودا و مشاهده می‌رسند. اینچنین قید نمودند که با فرا رسیدن فصل بهار با گرمشوی باد و هوا و ایران شدن محصولات از احتمال دور نیست و از سوداگران تقاضا کرده شد که طلبات قاعده‌های سودا را کاملا رعایت نمایند. فروشندگانی که به سودای نان در داخل بازار و بیرون از آن مشغولند باید طلبات را اجرا نموده نان را با داکه پوشانده به فروش گذارند. در وقت گذرانیدن ریدوی مشترک با ریاست استانداردیزاسیا در بازار مرکزی شهر خارق از طرف کارمندان مرکز نظارت دولتی سنتری اپیدمیولوژی ولایت کارهای فرماندهی هر روزه گذرانیده می شوند. در وقت گذرانیدن کارهای فرماندهی به همه فروشندگان مراجعه می کنیم که باید همه روزه از لباس مخصوص سانیتاری تامین باشند و از معاینه طبی حتمی دوروی در وقتش باید همه گذرند. اما محصولات نانی باید به قاعده و معیار سانیتاری جوابگو باشد. فروشندگانی که به فروختن محصولات نانی مشغولند باید از معاینه طبی دوروی گذرند، در خود لباس مخصوصی سانیتاری داشته باشند و هر روز گرد اطراف روبوچین کنند. این فرمانده داده شد که باید هر یک سوداگر لباس مخصوص داشته محصولات نانی را در درون سیلفان به فروش گذاشته برای تاثیر نرساندن محیط با داکه پوشانده شود. و شهروندان نیز مراجعت کرده میشوند که اگر نان با داکه و داخل سیلفان نباشد از خریدن آن خودداری نمایند، زیرا محصولات به داخل سیلفان زیر چنگ و غبار قرار گرفته احتمالیت سرایت شوی از کسلی ها تهدید میکند. از مشاهده و برمیآید بعضی صاحبکارانی که در بیرون به فروش محصولات نانی مشغول هستند این طلبات را رعایت نمی‌کنند و امروز مجبور شدیم که در یک جایی با مقامات سانیتاری اپیدمیولوژی ریاست استانداردیزاسیا سنجش گذرانده بعضی کمبودی‌ها و بعضا صاحبکارانی که قاعده‌های سودا را رعایت می‌کنند هم این را آگاه کنیم و هم اون صاحبکارانی که قاعده‌های سودا را دغلانه ویران می‌کنند و نوبسته از آن که هر روز با آنها فرمانده داده می‌شود که این خیل باید قانونا باید خیل محصولات به فروش گذاشته شود، لباس کاری باید داشته باشند، نرخنامه چسبانده شدگی باشد که حقوق استعمال کنندگان پایمال نشود. اما با این نگاه نکرده در بیرون صاحبکارانی هستند که به فروش غیر قانونی و به رعایت قاعده‌های سودا همین کارها را انجام داده ایستادند و ما خواهش میکنیم که کسانی که از همه صاحبکاران حدود ولایت که میم بعد که به فروش محصولات نانی عموما به فروش محصولاتی که مشغول هستند قاعده‌های سانیتاری، قاعده‌های استانداردی که برای طلب فروش معین شده هستند پیش رعایت نمایند و در دوره همون قانون فعالیتشان رو براه مانند. از جانب نمایندگان ریاست به فروشندگان محصولات نانی امام نظر و مرضیه، دولت قدم و پیروزه، آشور محمد و ندیمه، شاهیدر و فضیلت، امیرشاه و قربیش، مولانا نظر و نظرما بنابر رعایت نکردن قاعده‌های سانیتاری گیگینی چاره اندیشی کرده شد. ریاست استانداردیزاسیا، مترولوژی، سرتیفیکاسیا و نظارت سودای ولایت تاکید می‌نمایند که نسبت فروشندگانی که قاعده‌های سودا، طلبات سانیتاری گیگینی را صرف نظر می‌کنند، چاره‌های ضروری از قبیل جریمه بندی اندیشیده می‌شوند.